شب پروژه کاری بود، حداقل از نظر من. تمام این قضیه دروغ محضه. مینا نامدار کنار شهاب امکان پذیر نیست. سناریو اینجوری چیده شد که همه چی برعکس بود. خب ایشون بالاخره گرایشش مشخصه، تقریبا همجنس من، تقریبا کاملا همجنس من. کل سناریو رو ما برعکس چیدیم. اگر که ریز برید به این حاشیه بپردازید، من رفتم خواستگاری ایشون، یعنی فقط قالب قضیه متفاوت نبود که خب این دوتا که گرایششون یکیه، چرا الان این دوتا با هم کاپل شدن. من رفتم خواستگاری ایشون، حلقه ها توی انگشتای برعکس انداخته شد. کلا این سناریو رو مراسم خواستگاری آره، من این سناریو رو جوری چیده بودم که هر جایی از این داستان مخاطب بگه که ما رو خط فرض کردی یا اصلا ول کنه، رها کنه، بره. چرا کلیپ من و شهاب باید بیشتر از 30 میلیون ویو بخوره؟ چرا؟ هم که مردم گاهی دنبال حجون دیگه. حجوه به کنار، من احساس میکنم گاهی ما زوال عقل رو ترجیح میدیم به این که فقط عضوی از یک جریان